السلام علیکم حاجی محترم. ممکن است که مذهب امام اعظم رو با سلفی علیش کنید؟ هیچ خیلیش میتونید با مذهب ابو حنیفه خودش پیروی اهل سلف است. آخه سلفی گفتن شما چی رو میفهمید؟ بعضی از بچه‌هایی که مثال بنام سلفی گفتن بچانه و خب بعضی گویا به آدابی و بد اخلاقی کردن. بعد در زیر همین بعضی مثال بد اخلاق ما باید کلمه سلف تحکیم نکنیم که سلف این گذشته های ما هم. خود حضرت امام ابو حنیفه را ما سلفی گوییم غلط نمیکنیم. ما خودمون از سلفی گوییم ما غلط نمیکنیم. یعنی ما پیروی گذشته های ما سلفی ها بودن. برای همین مثال من در زیر این کلمه مثال سلف گذشتگان رو میدانم، اخلاق اونا رو میدانم، آداب اونا رو احترام دارم. و خود حضرت امام ابو حنیفه هم منشأ و همون راه مذهبش هم از همون پیروی پیشینی ها بود. سلف پیشینی ها گذشته های ما. ولی دادر عزیز به هیچ چی علیش نکن مذهب ده، به هیچ چیز، به یکان مذهب، به یکان رویه. مذهب خوبی هست، روش خوبی هست، الحمدلله که به آرایش است، به یکان نقصی هست. خدای مهربان انشاءالله در همین راهی که ما و شما ایستادگی داریم که به خوبی خداوند عبادت داریم، هرچی آیت میگه حدیث میگه خواه ما و شما پیرو شده ایستاده ایم. و شما مذهب فراموش نکنید که همین مذهب هم خودش گفتی همون حضرت امام ابو حنیفه که اذا صح الحدیث و هو مذهبی، همین حدیث وقتی که همین مذهبی من منشأ حدیث میگه و همون قوی شدن مذهب هم از روی چی است؟ از روی قرآن و پیروی حدیث است. آخه امروز دنیا یک تاجیکستان اینا از همین جمعیت ما نداده. امروز 60% قریب مسلمان های دنیا پیروی مذهب ابو حنیفه. و امروز شما عقیده تحولی را ببینید. من در اسلام آباد اینترنشنال میخوندم، تمام عرب و عجم میخوند. مدرسای ما هم عربا بودن. ما عقیده تحولی میخوندیم. علامه ابوالعز حنفی خود یعنی علامه ابوالعز حنفی که عقیده تحولی که دنیای اسلام امروز در مکه، در مدینه، در مصر، در یمن، در تمام دنیا همین عقیده را میخونن. خودش صاحب همین عقیده، خودش حنفی مذهب است. برای این استواری ما در مذهب داریم گذاریم. سلام علیکم بابای حاجی، خداوند عمر شما را دراز بکند. از شما خواهش دارم سوال ما را جواب بدهید. من قطعی دختری روس میگردم، میخواهم که نکاح کنم. درست است؟ دختر اسلام را قبول کرد. قبول را نمیکرد، درست بود. اهل کتاب باشه، اما کتاب خودش قدی. اگر از ما اهل کتاب خودش هم که باشه، درست است. اسلام که قبول کنه و دیگه این فرق نداره، مسلمان باشه. ولی من عقیده من همون آمدگیم هم گفته بودم، پیشکی هم گفته بودم که برادرای عزیز و گرامی شما همون اگر چند حلال کرده خدا را، من حلال کرده خدا را حلال کرده میگم. ولی امروز هم همون دخترای تاجیک شما زنی کنیم، دخترای تاجیک زن بگیریم دادر عزیز. اونا در همه چیز تاباور است. در همه ارکگی شما مثال بگیم که جوابگو هم. در خیزبند نشد امروز در دخترای تاجیک هم میدونید که اکثریت از مردها را دیده اونا تشکیل میکنن. بسیار خدمت کلام میشد قسم به نام خدا. هم مسلمانان، هم مردم خودمانند، هم رفت کار ما شما را میدانند. در اوفا این اکاری با نام شما میگرفته میشید خیام شهرمون. بسیاری بچه ها گفتن که داملا در کجای رفتی بگو که ای همه مردم خود ما بگیرن. برای بچه ها را هم مشغول زنای جا چما کردگیم. اونا ما گفتن من نمیدونم خیلی چی خیلی باشه که این در ذهن کلمه چما خیلی کفای و شهر دارن که چی چون کردن. برای همین برای عزیز دین اگر شما همین کوشش کنید که از ترکای خودمان بگیریم، از ملک خودمان بگیریم، خب این برای ما شما خوبه. هم زبان مانای، هم دین مانای، ما را میفهمند. بسیار نیکی ها بسیار اگر نیت همین برپا کردن آینه باشد، یکی نیت همین تری اگر شهوترانی داشته باشی و حرامی بخواهی خیر دین میشه. مثال که در پیشگاه خداوند خودتون همون گرفتگی جواب میگیم. ولی در حالی که من همیشه به همین است که همون خواهر دخترها تاجیک شما نزنی کنید انشاءالله این بهتره جلوه. و علیکم السلام.
یک چیز ایره برادر عزیز، با فکر این سوال من جواب ندم بهتر است، به خاطر که خداوند مکان دارد یا ندارد. ما اگر چنده که برادرای عزیز عقیده ما مکان ندارد، خب ما ولی روز یک گپ شد، یک آدم همین حتی یک جمله دنیا که یک آدم در مکتب فقط همین درس کی تکانده، همین درباره فعالیت کی، همین کی چی است، چی میجاز دارد. بعد میگه وقتی امتحان رفته است که بعد موضوع کی برای بهترین موضوع بود کی میدانتا موضوع گو میدانتا. بعد میگن خواهد تو درباره گو گفت، میگه گو یک حیوانی خیلی کلان شاخدار شیر میکرد. خب ولی فراموش نکنید که مثال این اناش پشم دارد، این دنبش با سه پشم در دنبی همین کی جای میگیره. بعد درباره کی گپ میزنه میره و هم موضوع را بود میکنه. خب بعدا میگن دست ایران نمیشه تری. بعد میگن تیتنش میگه یک گوسفند میگه خیلی با گوسفند گپ میزنه. میره میگه خیلی با هم پشم در میشه خونش این پشم به کی نمیشود کی فلان ببره. بعد میگن چیکار کنیم که همینا شکستن در کار. بعد میگن یه درباره ماهی در کی نمیشود. بعد میخوانش یک بلیت ماهی. همین میگن ماهی میگه خیلی حیوانی هست که در خشکی زندگی کنه میتونه. بسیار برای نور چشم خوبه. ولی همین پشت میگن همین سیکسیکا که پشتش داره که پر اگر همین پری همین خداوند همین را اگر این خیلی سخت نمیکرد و ملایمش میکرد هر آینه در اینجا کی جای میگیریم همین که جواب نگرد. لیکن ما روز به روز پیش رفتیم از همین سوال ناس تا که خدا در عرشه یا عرش نیست خلاص نشدیم. این اختلاف پیدا در جان اختلاف است. این هم برای اون که یعنی من قطعی تو ناخوب شم یا من قطعی این برادر ناخوب شم. خب همین موضوع را میدارم. بعد من مثال اکیدم همینه که خداوند مکان ندارد ده ها حجت میارم. او کس میگه خدا مکان دارد ده ها حجت میارد. خب او فرق داره ما میگیم ما فرق داره. خب چی شما چه کنیم کدام شو گوش کنیم کدام فرق قبول. اینا همش موضوعی که ما باید که بین یکدیگر یکدیل نباشیم باید جدا باشیم. باید که دیگر را بعد ببینیم. حتی تا جایی که دو ملا را با ملا جنگ انداختن که گرفتن ملای خود چون بردن چه که نمی یک خب رکت میگیره نماینداش هم میره و مثال یکانجا را میزند مایید میکنه. همه که کردن گروه شدن بیان رفتیم زبس کامرا دستاشون تلفن ها خب روبرو جنگ میدازن کار مسلمان نبودیم. حالا که دادرای عزیز والله که اگر ما روز که دنیا میگذاریم خدا شما را نمیپرسه که من در کجا بودم نمیپرسه. این سوال برای ما و شما یگان نقش نمیبازه که خدا در کجا است در کجا باشد ما بنده اوییم ما را اطاعت داریم ما پیروی حکمهای پروردگار ما هستیم. برای این سوال ها برادر از این سوال ها فقط بوی جنگ از این سوال ها بوی نافهمی از این سوال ها مثال همین بد اندیشی پیدا می شود. برای همین بیان دیگر همین موضوع ما نیست.